همه رفتگان گذشتگان همه تونه آمرزش و در اون جایگاه ویژه که خودش میدونه امشب قرارشون بده. بحثتون جالب بود جناب گندمی، خداوند گذشتگانت بیامرزه. احسن. ببینید عزیزان، من فقیرم، اومدم بارها صدای منه که دیگه دارید، گفتم بنده فقیرترین، ذلیلترین، خاکسارترین ای 8 میلیارد بودم و ای عالمم بی انتهاست. ای چیزی هم که الان بنده اومدم میگم یه ذره ای از این ساختمان بی انتهاست. قربانتون برم. یعنی یه اونجایی که استخون آدم میشکنه اینجاست که آقا بنده ای که خودم میدونم، حتی یه دفعه گفتم صدای من الانم ضبط کنید، اونجا بود گفتم بابا جون باز پدر خدا بیامرز من و عمو خدا بیامرز یه ارزه‌ای داشتن، 2 تا قالی کونه، پدر ساندویجی داشت، نمیدونم حبوبات، این چیزا بلد بود کار بکنه، من اینم بلد نبودم. یعنی اگر او بقالی ردیف میشد تو کویت من مطمئن بودم که ارزه کار کردنش نداشتم، ولی خب بله تلاش میکردم، گفتم من یه کاری بکنم پدر ناراحت نشه، از ما خوشحال بشه، ما بذاری پرچه کمک عمو جابجا کنیم، نگه بچه بی ارزه. اینا بوده در فکر و باطنی اینا، ولی بی ارزه ترین این 8 میلیارد در این زمان بنده بودم. اصلا هیچی. یعنی همینطور که الان میگم آقا تو استانبولم اگه کسی نباشه من یه قوطی آب نمیتونم بخرم بخورم، این حقیقت دیگه. خب هر کی بیا نزدیک میبینه. حالا اگه اومدن از نزدیک دیدن بابا حتی من پول تو جیب من بلد نیستم بشمارم، خب باید بیان ببینن دیگه. ما اینه اومدیم به ایران منطقه، این مأموریت اینه که آقا من بیاید دیشب به بنده خدا گفتم آقا من خودم اول اسکن کنم شما ببین، بعد دیگه اگه دوست داشتی تا خودت اسکن کنم، چون شما اسکن منه که میبینی خب دیگه یه آدم ذلیل و فقیر و علیل میبینی. یه مأموریت، یه امانت اومده بده. پستچی میاد در خونه، اصولا پستچی‌ها رو حالا ازشون دکترا و پروفسوری و اینا مدارک اینجوری نمیخوان. حالا تو پستا اصولا یارو ممکنه با سواد سیگل هم راش بدن، با به قول ما قدیم میگفتیم با 6 کلاسی هم راه بدن. ببینید عزیزان من، آقای گندمی مرتب خیلی ردیف قشنگ اومد جلو. یعنی این چیزیه که متعلق به عالم، یعنی 8 میلیارد آدم میتونن رو زمین به این درجه نمیدونم به این مأموریت برسن، از این بهترش هم برسن و بعد حتی از اینجا خودشون بلند شن و اصلا خودشون با اون انرژی بلند شن، نیاز به سوار شدن هواپیمام نباشه، بلند شن دیگه. این 8 میلیارد میتونن. این ملک همه است. این در عالم بی انتها برای گذشتگان و آیندگان ما این هست. یعنی همه میتونن به اینجا برسن تا این مأموریت بدن. حالا یه جوری شاید ساده باشه، یه جوری سخته، ولی ما بارها هم گفتیم اگر در این کار حالا با زبون کلاسی که سواد داریش میگن عشق، نمیدونم عاشقیه، نمیدونم درخواست زدن برای دیگرانه، بالاخره اگه خودت تو فقرم هستی نگاه کردی یه کسی حالش خوبه تو هم حالت خوب شه. بابا زبون باید ببین لخت و عریان حق و باطل. یعنی خود بنده با گوش خودم خیلی همون 6 7 سالگی شنیدم. من همون مثلا ده بودم، یه نفر شخص اومده بود از کویت اومده بود و خب بنده خدا مثلا یه پیرن و شلوار نو پوشه، من خودم با گوش چند تا همون تو ده یارو این پدر سوختم آدم شده رفته یه پیرن نو پوشیده اومده، چه تکبری میکنه. خب ببین کسی دیدم که ماشین بغلش سبقت گرفت، یه ماشین خوبی بود مثلا اون پیکان بود، حالا دیگه لخت اوریان 2 تا فوش خار و مادر داد. ولی بنده از 6 سالگی ای برا خود من، ببین این بی ارزگی، من هیچ ارزه نداشتم، نمیتونستم یه کاری بکنم یه نون درارم بخورم، ولی ماشین خوشگله که میدیدم گفتم این چه آدم خوبیه. که بارها خود خدا بیامرزه حاج خانوم مادر من، خیلی حاج خانوم بیشتر روی چیزا تا حاج آقا حساس بود. مثلا من یه بار میگفتم مادر این خیلی آدم خوبیه، حاج خانوم میخندید میگفت مادر جونیه تو از کجا میفهمی که این خوبه؟ حالا شاید این مثلا اصلا آدم کشه، شاید مثلا اصلا خدای نکرده دزده. میگفتم نه میبینی لباساش تر و تمیزن و اینا. یعنی لباس تر و تمیزه آدم خوبیه؟ گفتم من اینجوری. مثلا دایی خود ما خب اون زمان خب اینا بعضشون خوب، مثلا دایی را که میدیدم خیلی خوشحال بودم و اینا. بعد گفتم من دایی خیلی، گفت چی؟ گفتم دایی ماشاءالله ماشینش خوبه، خب خونش تو اصفهان اینجوری اینا.
حالا حتی اگه دایی به من یه شکلاتم نمیداد مهم نبود. ببین اینا دیگه این سندا اینا هم البته به من دادن، همون اسکن که کردن که میگم اسنادی که ارائه دادن، یکی اسناد همین بود که مثلا دایی را اسکن که من اسکن که گفت چقدر اینه دوستش داره. خب تو 70 تا چند تا پسرخوارشون داره از این خواهراش، خب تو چرا اینقدر دوستش داری؟ اونا کمتر دوست دارن. گفتم خب دایم مرد خوبیه، هم الحمدلله وضعش خوبه، ماشینش خوبه، خونش خوبه، اینا خیلی من دوستش دارم. گفت خب این که یه دفعه تو خونش هم نرفتی. گفتم خب اون مهم نیست که اون دایی منه. ببین با زبون ساده. اون وقت الان جهان به ضلالت کشیده شده، هی مردم میان میخوان علمی صحبت کنن درباره خدا و کائنات و عرفان. همین جلبازی که تو ایران. آقا خوبه، سواد خوبه، سواد جداست، ربطی به مسائل این عالم بیانتا. این مال همه است، همینجور که آقای گندمی فرمودن، مال 8 میلیارد این خیر و برکات. حالا این 8 میلیارد میتونه کشاورز باشه، میتونه کارگر ساختمان باشه، میتونه پروفسور باشه، میتونه حضرت رسول باشه، میتونه حضرت موسی باشه، میتونه عیسی باشه، میتونه هر مقام زمینی هم داشته باشه. ولی توی مسیر اگه قرار بگیره میتونه از این مأموریت ها عهدهدار بشه. پس یعنی اینجا فرقی نیست. برای همینه که آقا اون میاد میگه پیغمبر میگه من امی که هستم، کتکم هم که میزنن، خاروزارم هم که میکنن، سنگم که تو سرم میزنن، بعدم که میاد درجه میگیره میگه انا بشر و مثلکم و ساده، با زبون خودش به عربه. آقا من آدم مثل شمام، والله نبرید منو تو آسمون، نبرید فلان. من مثل شما امانتی داده اومدم مثلا به تو عرب بدم، بگم آقا مثلا اون زمان، حالا به قول خودشون میگن اون زمان، گفت آقا این کار خلاف نکنید، دخترا رو نکشید، اون نکنید، این کار نکنید. اینا در حد و توان ظرفیت خودش. مثلا شخصی به نام محمد، موسی در توان خودش، زرتشت در توان خودش، عیسی در توان خودش و تمام این میلیاردها بشری که تو عالم بی انتها بودن و ادامه داره و هستن و اصلا پایانی وجود نداره. این مال همه است. پس همه میتونن کسب بکنن، همه میتونن بی نیاز معنوی، اقتصادی، سیاسی بشن اینا. ولی جهل که دو نیرویی که تو زمینه، حق و باطل، منفی مثبت، جهل و حقیقت. خب حالا اینا اومده یه گروهی اینجا ما رو هم آزاد گذاشته، این همه اینقدر عاشق ماست، میگه آقا خودت آزادی، میتونی، میخوای بری جهنمم برو، من چون دوستت دارم جلوت نمیگیرم، تو بری خودت تست کنی، شاید خوشت اومده از جهنم، بهشتم میخوای بگیری، خب خوش اومدی برو دیگه. حالا این مسیر تازه کمکتم میدم. ولی حتی به مسیر منفی هم که میری، او خالق اونقدر عشق زیاده که حتی دیگه اینجا به تو اختیارات کامل داده، اجازه نمیده حتی تو مسیر منفی هم جلوی تو رو بگیره وقت میخوای بری جهنم. برای اینه که رو زمین جنگ و جدال و اینا هست. برای اینه که باید میان تقسیم بندیشو میگه 1%، 3%، 96%. اینه عزیزان من. پس این مسائل برای همه است و هیچ کسی، بنده فقیر گفتم که تو کتابا فعلا، به قول او دوستمون اومده با ما اون شب صحبت که آقا ما الان یکم تکون خوردم، گفتم چطور؟ گفت خب ما دنبال خدا بودیم، الان شما اومدی میگی خدا مقدس نیست، پیامبرانم مقدس نیستن، تازه خدا کاری هم نیست اگه شما به حقیقت عرفان رسیدی، خدا هم نمیتونه. گفتم بله بله عزیزم، ولی توی 7000 سال نگفتن به دیگه. خداوند نمیتونه اگر شما به حقیقتی را بداد بعد بیاد بگیرش، نمیتونه. و شما هم وقت اختیار تام داری در همون جام. گفتم شما میتونی شراب ناب بدی مردم بخورن و آزاد بشن و معنوی و اقتصادی سیاسی برن حالش ببرن، میتونی، همین اجازه هم هست که زهر مار بریزی و همه را برای ابدیت کور و خاموش کنی یا به قول یارو از بین ببری. ولی خب اون مجوز دیگه نیست، او دیگه انتخاب افراد میشه. او کسی که میاد جام میذاره میگه آقا بیا اسکنشو برو فلان، ولی دیگه حالا شما هر جوری میخواید انتخاب کنید، همینطور که گفتیم چراغ سبزه، چراغ زرده، چراغ قرمز میشه. ولی همچین مجوزی نیست که بعد بیاد مثلا اون بیاد بگه خب حالا من اومدم چون من اینو گرفتم از شما سرترم، از شما مقامم بالاتره، حالا میام همتون لگد مال میکنم. نه، این مقام پایینتر از دیگرانه، یه جوری پایینترین مقامه. چرا؟ چون اینجا مسئوله و مأموره و بار باید بیاره تحویل بده. این پایینتره دیگه. بالاخره پستچی
باید ببره ساختمان طبقه بالام هست، باید ببره در او در تحویل بده، از پایین باید بره. نمیتونه که خب اگه جای اون شخص بود که خب میرفت اونجا میشه یکی دیگه برای این پست نمی آورد دیگه. این داستان از این قراره عزیزان. دیدم صحبتتون گرم، من جایی هم و خیلی زیبا بود و اینا، گفتم این خدمتتون بگم که پس اینه که پروردگارم خودش ادعای مقدسی نداره، یعنی اصلا مقدس نیست. اینا کسانی که به این درجات رسیدن، پیامبران رو زمین، اصلا هیچ چیزی مقدس نیست. مقدس گفتم اگه باشه اونجاست که عشقه، اونجاست که همه در آسایش و آرامش کامل ابدی و ازلی باید به سر ببرن، مثل گذشتگان ما و آیندگان ما. اونجا میشه مقدس. حالا بخوایم نگیم بگیم معلم بسیار خوب، معلمی که وظیفه‌ش انجام داده و این وظیفه است. یعنی فرض بگی اگه پیامبران اومدن برای راهنمایی، خب وظیفه‌شونه. یه اتفاقی افتاده، دنبال یه کاری بودن، بعد حالا او اتفاق واسه مأموریت دادن، خب وظیفه‌ش انجام داده دیگه، پس دیگه کجاش مقدسه دیگه؟ برای چی ما باید بریم براش کشته بشیم؟ و مگه اون اومده بخواد که بیاد برای ما کشته بشید؟ نه، همچین چیزی نیست. اینه که درخواستی اصلا نمیاد از جانب پروردگار یا عرفان یا پیامبران یا حالا هر کسی که مأموریت گرفت که اجازه بده بیاید آقا شما بیاید برای من نمیدونم تو سرتون بزنید فلان اینا، شما بیاید کشته بشید تا مثلا بعد منو بشناسن. و اینا همه چی ببینید، همه چی پوستین وارونه میپوشن. پروردگار، پیامبران تو اون جام میاد به زمین، به اینایی که ضعیفن میگه شما بیایید به خاطر من آدمم بکشید، درگیرم بشید، به هم توهینم بکنید، کتکاریم بکنید تا من بشناسن. خب چی را بشناسن دیگه؟ وقتی تو خودت قدرت بی انتها هستی، چی را مثلا تو زمین میخواد؟ جایی که بیان شناخت حقیقی، یعنی شناخته که بدونن بابا اون که اون همه عظمت ای شما تعریف میکنید، پروردگاری همه قدرتمند فلان، خب پس و باید در خیرش برای ما باشه، پیامبر باید در خیرش باشه، امام باید رحمت داشته باشه، آزادی و آسایش و آرامش داشته باشه. امام میاد زندان درست میکنه، هزاران آدمای مخفی درست میکنه برن مردم بگیرن بزنن و فلان و اینا. و اینا همه جهل دیگه. اینه که بنده فقیرم این اسناد دادن، گفتن آقای 7000 سال این اتفاق افتاده، حالا شما میبری، حالا به قول ما دیگه با زبون بلد کنیم آره ما لاتی بازی در میاریم، بزنی بری گفتیم باشه با لات جهان بده تا بریم به جهان بزنیم. حالا دیگه یا جهان میان ما رو میزنن، یا شما که این مأموریت دارید جهان را میزنید. حداقل ما اینو دیدیم دیگه، ما قبول میکنیم، میپذیریم. فقیرم هستیم اینا. ولی متاسفانه جهلی که در ایران بوده، تاریخ بشریت توی 7000 سال سابقه نداشته و تمام اینا هم ترفند و تاکتیکی، همین شاه و شیخ بازی و همین آقا جون یارو معلومات، آقا سواد داره، آقا ایجون علم داره، علم عرفان داره، علم ماورایی داره، زمین نفهمیدن چه خبره، دارن توش خون میریزن و کشته میشن و گرسنه و تشنه و بدبختی و فقر و نیرنگ و کلک و حسد و کینه با هم دارن. بعد میگن آدمای توش هم ماورایی. خب اگه این آدما ماورا میدونستن، عرفان ماورا میدونستن، پس چرا مشکل هست؟ نیست. زیر مهد کودک هم نیست. اصلا نذاشتن همطور که گفتیم ما سواد یعنی رنگارم بشناسیم. این مشکل جهان الان. قربان شما، خدا نگهدارتون. ببخشید خلاصه من چون جای گرفتارم اینا دیدم آقای گندمی هم لطف کردن و اینا، گفتم ما هم یه چند دقیقه مزاحمتون بشیم. شبتون خوش. الهی دورتون بگردم استاد، شبتون بخیر.